خوبی شینی است که اگر یک چوپان هم داشت زنگ بزنه در خود والی انسان مستقیم زنگ میزنه و با بسیار زودترین وقت اگر هیچ کسی هم نشه خودش هم میتونه که دم ساعت خودش بره. بعد از این سفارش معمی است که بنده امیر که می اولین کاری که میکنن نظافت خود مراعات کنه. امیر آدم اشغالی ها همین چای خراب بندازه دیگه همین اشغالدانی دیگه همین دشویا بره نه ای که در جای دشویا کنه خدا. سلام درود خدمت یک شما بیننده های عزیز، امید است جور صحتمند باشید. خوش آمدید به یک دیگر از برنامه های از ما. بیننده های عزیز، امروز آمدیم بند امیر بعد از 3 سال خیلی تغییرات زیاد آمده و اینجا قبلا یک بازارک بود، حالی که بازارک نیست، بازار این طرف فکر کنم اون طرف کوچه است. یال داخل بازار میریم ببینیم که چه چیزا سودایی داره. خب دوستای عزیزی، کسته چی است؟ همو گردنبند فروشی است و همچنان بسیار کفش های نمتی خوبش برای زمستان شاید خوب باشه. دیگه هر چیز از صنایع دستی در اینجا یافت میشه. سلام علیکم. سرچون خوبه برار، بخیر هستی؟ محمد جان جور خیر دارم. نامشون چیه؟ سیدادی. سیدادی برار اینجا چیکار میکنی؟ والا این صنایع دستی است، فهمیدید کالا، لاکت، گردنبند، همین چیزا است. بسیار خوب. باز اینا رو شما از کجا میارید؟ اینا را لازم خود بامیان میارید. از خود بامیان میارید؟ قبلا در اینجا دکان داشتی، غرفه داشتی یا؟ تقریبا 6 سال 7 سال میشه می کارم است. قبلا اون طرف یک بازارک نبود؟ لبیرو؟ اونجا بازارک بودیم، باز اونجا نماند. دیگه اونجا که نماند باز اینجا یک جای مشخص کرد در خانم‌ها. باید اینجا باشه. باز حالا برای فعلا همینجا است. بسیار. امسال چطور از نظر خودت یک فروشنده هستی، گردشگر، کسایی که تفریح میه، خانواده، مجرد اینا خرید فروشتان چطور است؟ کسی میه نمیه؟ والا شکر است، میه. یعنی خوب است دیگه؟ خوب است دیگه، ازش که باز خوب است دیگه. خدا را شکر. در روز همو کرایه همی موتر اینایی که این مال میارین برو میشه یا نمیشه؟ والا نسبت در دولت پیشنه در دولت کمتر شده دیگه. یک ذره گردشگر کم شده. گردشگر کم شده. بخیر در سالهای آینده زیاد شه. ان شاء الله. ما چیزی که دیدم اوی بند امیر کم شده یا کم بود از وقت؟ نه، 2 سال میشه کم شده. سال میشه کم. بسیار زیاد بود. دیزی آبشورا کلی بسته بود میامد. ولی کم شده. خوب، بسیار خوب. اینی از خودت است؟ یا از خودم است. کمش نمتی است اینا. کمش نمتی. یاد چی به درد میخوره؟ یا برای پایدردی است، کمر دردی، روماتیسم، دواست دیگه. دواست. خانه پایدار. چندی میفروشی؟ یک دفعه طرف بیا. یا دانه سینیم سر است بیا. دانه سینیم سر؟ اون دم کامرا است که شما رو ببینید. دوستای عزیزی، کفشا کی است؟ خیلی لوکس است. کفش نمتی مگه در پایدردی هم خوردی؟ ساخت بامیان. دیگه یک چیز نگفتنم. خیلی زیاد تشکر برام. دوستان عزیز، یعنی اینجا کی است؟ این اگه شما دیده باشید این بریان است. از گندم بریان میکنه. این وقتای خورد بدیم از این زیاد استفاده که خیلی خوشمزه است و همچنان یعنی تخمه هم یعنی هم فکر بیخی گرم است، تازه بریان شده. دیگه صاحب از نمیفهم کجاست، اینجا دیدن نمیشه. و همچنان یعنی علافای چی است، گیاهی، دوای گیاهی که بزباش است و گل بوته است و ترکک است، اینو یک چند چیزایی که ما میشناسم. همچنان پودینه است دیگه. کلاه ضد آفتاب، کسر آفتاب نزنه. خب دوستای عزیز، اینی قسمت هم صنایع دستی است، خانم‌ها اینجا و بسیار یک
لباسای قشنگ، یک لباسایی که لباسای هزارگی، یخنای هزارگی خیلی قشنگ است. سلام خاله جان، خوب هستید؟ صحت شما خوب بخیر؟ میشه کم پیش بید؟ خوب هستید؟ صحت شما خوب؟ سلام، خوب هستید؟ نام شما چیه؟ زهرا. زهرا. چند سال است اینجا غرفه گرفتید؟ یک 5-6 سال میشه. 5 سال ماشاءالله خیلی دیر میشه. آه. این لباسای هزارگی است کجا میل؟ لباسای محلی؟ نه از کابل. از کابل طلب از کابل. باز چطور خرید فروش؟ شکر خوبه. یعنی امیر به معروف اگه زیاد اذیت نکنه فامیلیا را بیله. فامیلیا اگه به خیلی خوبه. اگر نه دیگه. انشالله که اینجی کارا ما دمی مسافر ها بستگی داره. دقیقاً. اگه مسافر بونه دیگه خیلی خوب است. اگر نمونه دیگه نه دیگه. انشالله که بخیر. خب بازی غرفه را خودتان جور کردید از طرف شاروالی است؟ خودم جور کردم. خودتان ها جور از کردید. پیسه شخصی خودم. کلش از پیسه شخصی خودم، کلش جایش همه چیش از پیسه شخصی خودم جور کردم. خانه هم همینجا؟ آه. آفرین شما کمی قشاومت. خانه همینجا میمونیم. زمستان دم سردی. دمی سردی میمونیم. این زیاد سرد نمیشه زمستان. خیلی سرد میشه. یخ نمیگیره بس. یخ که بگیر مجبوری دیگه اون زغال آتش کده میشینیم دیگه چلمه زغال. گرد بخاری. دیگه گرد بخاری است از خانه بشته نمیشه مقصد زمستان. باز خوب پیش خانه گرم خانه میگیریم باز خوب شکر خدا. با سوداگری دارین از طرف زمستان؟ نه. نداریم. دیگه چون هیچ چیز از دروازه بشته نمیشه اینجا دیگه. بس در بهار چند ماه شما چی دارید؟ در بهار بستگی به مسافر داره. هر چی که مسافر باشه ما تا حد برف هم بزنه ما از هستیم. اگه نیکی نباشه نه دیگه منطقی کس نمیگیره. این قیمت های از اینا فرق میکنه نظر در بازار یا نه؟ اینا یعنی گندم میان فرق میکنه. کلاناش تا 2000 است، تا 2500 است، که خورداش تا 500 400 700 فرق میکنن. دیگه هزارگی هم همچنین. هزارگی هم فرق میکنه. هزارگی هم پرکارش هم فرق میکنه. دیگه یک رقمش در نام دنیا است هم فرق میکنه. دیگه اشتکاناش هم فرق میکنه. کلش فرق میکنه. خیلی زیاد تشکر. خواهش میکنم. تشکر. خوشحال شدم. موفق باشید ان شاء الله. دعا میکنم. تشکر. قربان شما. خب بینده عزیز، یعنی چی است این کوچه؟ این کوچه خیلی چی است؟ کلان است. بینده عزیز، قسمی که شما این کوچه رو میگیرید، این کوچه تازه ساخته شده، دو طرف دکان است، بسیار زیبا و خیلی نمای زیبا داره اینجا و هر چیزی سودا میشه. نظر به سالهای گذشته خیلی خوب است اینجا. سلام علیکم. صحت شما خوبه برار؟ بخیر. شما خوب هستین؟ بخیر هستید؟ فروشنده یا مشتری؟ فروشنده هستیم. غیر مشتری ها. همین دکان چمیه؟ همین دکان. ماشاءالله خوب دکان جور کردی. بیایید یک دفعه طرف کی. اینجا که خوبتر معلوم میشه. داخل دکان که همینجا است. خوبه. نام شما چی بود ببخشید؟ نام سید یحیی احمدی است. چند سال شده اینجا؟ ما تقریبا مدت زیاد میشه 4-5 سال میشه که اینجا هستیم. یعنی کوچگاه نو جور کردین بسیار خوب. این کوچه دلام بازارچه یاد میشه. بازارچه بندامیر هم است. یکی بازارچه هنر دولت بامیان است. بازی هم بازارچه زنانه است. اینجا بازارچه جور کردیم. ما همین کسای بندامیرگی هست از هر طرف آمده اینجا دکاندارا جور کردن. دمی چند سال چه تغییراتی رو می‌بینید خود؟ والا دمی دوره مقصد خوبه دیگه. دوره جمهوریت هم خوبتر بود، مگر مال از حساب امنیت خوبتر مردم میگذاشت جاده. آرام هستین. جای شکر است. خدا شکر کنیم. ما هستیم شب و روز اینجا هستیم در خیمه خواب میشیم. همین دکاندارا اکثریتش در خیمه خواب میشه. امنیت خوبه. مشتریتون بیشتر خارجی یا داخلی؟ والا اینجا داخلی زیاد است. خارجی نداریم. خارجی امسال خیلی نیست. امسال پیشینم که بود کم بود. حال کلش تقریبا از این ولایت‌های دوردست که ما میخرن. مشتریای ما هم هست. خود چی میفروشی اینجا؟ ما اینم لباسای هزارگی است دیگه. رنات هزارگی است کلش اینجا دیگه. کفشکای نمتی مثلا دنام صنایع دستی هست. یعنی کلاه قنداری کلاه هزارگی قنداری هزارگی هر نوعش هست. کلاه کاس لباس هاست واسکت هاست بایپای چرمی است. هر چیز داره. اینا را از خود بازار بامیان میرین یا از کدوم جای دیگه از کابل کنن؟ نه یا ماشینیاش از کابل به باز چیزایی که ما فرمایشی میتیم ما از چی داریم در کابل داریم ما فرمایش میتیم مثل بایک دوز داریم تیکم میتیم مواد خامش میتیم برای ما جور میکنن دیگه. لباسای ماشینی خمیه از جمله میه. بسیار زیاد تشکر کنید از ما صحبت کنید. قربان شما سلامت باشید. موفق باشید ان شاء الله که در کاربار برکت بشه.
سلام. خوب هستی بخیری؟ جان تجاره دیسپایت خوبه خوب هستی دیگه؟ چیز مو بافی؟ ما کلا پیش بیایید. اون کلیش سر کن جوری زود باف اون کلی اینی را؟ سیاه اینی را؟ اون رو باف امیر بافته؟ آه تو باش مک سر کنم. اینی میرال جوری زود اوه رزگاگه. نه کاش کشم خراب نشه. نه میشه کاش واسه آه جو سر والا چی کله است بخدا. ما بیش. سر دستیم باف سنای دستیم بافی؟ یا لیر گفت جوری کله آه رو. جوری هم کلی سیام نامشون چیز بودید پرسان؟ نام کبرا کبرا. چند سال شده اینجا زندگی میکنی؟ ما این منطقه مالا همین منطقه بندمیر است. از خودی بنده میرس خب این چیزارم خودت مفروشی؟ آره اور خود مفروش خب از کجا میارین خب؟ اونو از بامیان میری از بامیان میارین؟ بسیار خوب. پس چطور خرید فروش ما؟ خوبه خوبه؟ خوبه کو نمیلر چی من کلوان کارون کار پیش میکنم کار منکر یا؟ خب انشالله که مشکلات شما حل شه. در کنار از این کلا دیگه چی میبافین؟ اون یالانا رو نگاه کن اون یالان کوتا اونو بایگ پشمی کله پشمی کاوشی پشمی ماشاءالله. اونجا کاوشی پشمی هم در سر از بافته خب با این کلا رو در چند روز میبافین؟ اون مور پیشتر بافته منی تو بگرم مو بافم روز دو دانم ماشاءالله ماشاءالله خوب صورت بالا خدا نگاه کن کلا. دستم درد نکنه جهان تشکر باز خانه چند نفر هستین که از این بازمی؟ مو کلیگا نداری یک ماما و بابا دو بچه دوغلو داریم و مطب خب بچه ابی جدایه خب همین درآمد غذا و امترار چیزی خود که نیاز است خودت پیدا خود میکنی. میکنم اینجا لب سرک میشین دفعه مو پس کوچه دو موقع مسافر میاسرم نمیشه خدا چیکن مونن کار پیشم کنید نمیله گفته کدوم نمیله انشالله که صدایش مور بیشنه دیگه اذیت که نمیکنه. خب شاید طبق قانون خود اگه نبشه قانون اسلام خب امارات اسلامی که باید خوبه دیگه نه گوها بود که مو چی نمیتیست اینجا نمیگه قضیه یک خانم بنده خدا اون اینجا سیم سلام علیه دستی رو مو سر کار کرد اون پس پشت از بوزمو از او یاد گرفتیم خب خیلی سال شده سنای دستیم بود ولی مرام 4 سال شد 5 سال شده که این مقصد درآمد خانه خود مدر میره. آفرین شما. اولم خدا رو نگاه کنه اگر نه کشور اسلامی شده خب آرام است ایجاب زنا خوب شده دیتراش خوبه یک کم ذره مول بسر پیش میکنه زن باید خانه بزنیم میگه بنده خودم بعضی پیرمرد داری خانه بزنیم چی بخوریم باید ان شاء الله همه مشکلات حل شه کم کم حل میشه ولی بنده خدا چند دفعه گفت غرض زوان نتی باز البته یک تعدادم طور یک کمری خوش خوشی کنم یک تعداد البته خود کنم تجور میکنه بعضی زنا بسیار است بیجاب نه بخاطر بیجابی از اون میتونه میکنه یا باید ایجاب بگیره ولی خوب شده خدا رو شکر اینجا آرامی خوش شکر مرحمت خدا کشور اسلامی امارات اسلامی خوش هستی کشور خود دوستم داره اگر نامزی سانای دستی بامیان داره کابل داره یا کولنگ داره کس غرض نمیتونم بندگی پیش دیدم کنه به خاطر نفرای بخه بد میینه اینجا رقم مردم آفرین یا عکس است باید هم ترکانه که وای ایجاب بیاد تنها مردم بامیان نیست خزر ولایت می تنها از خودی بنده میر بامیان به شخیر یک کار میکنه خیلی ولایت ها خیلی زیاد تشکر مادر جان دیگه موفق باشی خیلی خوشحال شدم که هم خودت کار میکنی آفرین نتوانایی آمین آمین با امیر دوست داری خدا امارات اسلامی رو تا که زنده سرفراز باشه با عزت باشه مردم هاش سیر شود بیا پناه به خدا چیزی که پناه به خدا تا لیر که مرحمت خدا هرچی بود حال خوب شده خیلی زیاد تشکر مادر جان که صحبت کردید موفق باشین چند دمی 100 است تو 50 بده خیر اگر نمود سدی سردام آن تو گرفته بکش خب بینندای عزیز این کلار که میبینی دیستوزی مادر جان است نمیفهم که چه رقم فهمیده میشه این صنایع دستی هم که شما دیدین دیگه خودی مادر موافقه نمیزی کلو چی است روزی 2 دانه موافقه رازان خوب هستی؟ صحت شما خوب است بخیر. نامشون چیه؟ مجیب رحمان. از کدام ولایت آمدین؟ از زابل. از زابل آمدین؟ برای تفریح. چطور بود امروز خوش گذشت؟ خوب بود الحمدلله. چطور بنده می؟ خوب بود خیلی خوب بود.
بنده امیر خوش آمد. خیلی خوش آمد. خب کشتی سوار شدی کشتی. آها. بنده امیر در نظر خود چطور یک جای است؟ خیلی خوب جای است الحمدلله. خیلی خوب جای است. این از این بازارچه چی خریدی؟ تانوزه. از اینجا خوب تا حال فعلا چیز نخریدم. از این بعد میخریم. خوب چیز است اینجا. یعنی خوش آمد. خوش آمد. از این بعد امیدوارم که هر سال بیایید. آمین ان شاء الله. گفتنی دمی اندیوالای رفقای چی است؟ نه چیز نیست. همین کل اندیوالا رو این چیز که باید چکر بزنه. خوب جای است. بند امیر خوب جای است. باید که در ولایت باید در ولایت بامیان. همین بامیان ولایت خوب جای است. خوب بند امیر خوب باو داره. خوب جای داره. باید که هر کس باید از هر ولایت. خیلی زیاد تشکر. امیدوارم که خوشت آمده باشه و هر سال بیایی از اینجا ببینی و چه چیزایش خوشت آمد بیشتر؟ بس اول خوب اینجا اومدم همین آوش سعی کردم بدون از او دیگه همین کشتی و بازار و دیگه خیلی خوب جایش خوش اومد. خیلی زیاد تشکر بدم. جور باش خدا سلامت باش. بیننده عزیز برنامه ما رو بیننده باشین و این بازارچه رو میگردم مصاحبه از خانمان بگیرم و همچنان از مردم فروشنده کسایی که اینجا اومده از نام صحبت. دوستای عزیز این قسمت که شما میبینید چی هست؟ دوای یونانی کلا یونانی هست. کاکام داریم. سلام علیکم کاکا. خوب هستی؟ صحتتون خوبه؟ بخیر خوش باشی. بخیر باشی. صحتتون خوبه؟ شکر. هم نام شما چیزه؟ نام سید جواد بنده امیره. سید جواد بنده امیر. تخلص بنده امیره. بنده امیر. به شک بخاطر چه قصد تو عاشق بنده امیره. از اینجا هستی؟ از اینجا هستم دیگه. دو کم 60 سال عمرمه. او ماشاءالله 60 سال اینجا بوده؟ اینجا بودم. تولدم اینجاست. بسیار خوب. خود چی میفروشی؟ مگه میگم اینجا کلا یونانی است. یک دم دوای یونانی یعنی از قبیل دوای معده فشار. نام زیاد بگیر. یعنی نانای آبی است. اینشم نانای کوری است. اینشم گل محمدی است. او چی به درد میخوره؟ این گل محمدی در هر رقم مرض به درد میخوره. این نانای آبی؟ نی نانای آبی، ایش نانای کوبی، اوش یاد چی به درد میخوره؟ نی به خاطر میکروب روده سر دو ماسک میزنه. به خاطر فشار سینه قیدی، یم برای فشار، یم برای شکر، یم برای عضلات معده چای کوری که مغیازی است. این قاضی قطع چای میکنه. یه چای اینی رو خودم شناختم چی از جرکنه میگه نامش. جرکنه میگه بعضی بندک میگه بعضی اوما میگه. اینی خود چی هستی؟ خشخاش کوی. خشخاش کوی خوب. اینی چیز است؟ کراوش است. ایرم سینده بدم نامش. بازار پاکت چند میفروش کاکا؟ پاکت از 50 بالا نمیفروشم از 20 روپیه پایین. باز چطور است امسال خرید فروش؟ خرید فروش هست دیگه مقصد دیگه اون قدر اگر 80% از پارسال به پایینه دیگه. پایینه یعنی گردشگر کم می‌داره که هوا سرد شده. نه هوا خوب وقت چین مالی وقت فصل بنده میره مالی منتها هر حسابی که هست یک مشکل بین حکومت دیگه بین ملت نیست بین حکومت هر مشکلی هست وش میگه. خب ان شاء الله که بخیر حل شود. غیر از باز دیگه چی میفروشی؟ تنها هم میاسته؟ نه زیره کویه. زیره کوی. واقعا یک بوی میته که در پلاو باشه چی میده؟ دیگه مخصوص پلاو هست دیگه. پلاو هست بسیار یک بوی تند و قشنگ میده. از بیننده عزیز بسیار خوشحال شدم و در آینده مرکز کیمیای بنده امیر اول کمی سفارش برشان میگم سلام میگم بعد از این سفارش می است که بنده امیر که می اولین کاری که میکنم نظافت خود مراعات کنم. امیر دم اشغالی ها همین چای خود بندازه دیگه همین اشغالدانی دیگه همین دشویا بره نه که در جای دشویا کنه خدا دیگه دست این نظافت یکی آمد در محل پرسان کنه که در کدام دکان بریم مغازه خوبتر سودای خوب بگیریم در کدام هتل غذای خوب نان خوب بخوریم نان خوب که نخوریم اینجا با مشکل ایجاد میکنه مریض میشه دیگه یکی دمی جهیلا در سالهای قبلی خیلی نفرا ضایع شد خب یکی که اوبازی بلد نیست اوبازی نکنه
یکی برادرت وحشت میکنه قیق سوار نشه، جایی که رفتارای مردم است همونجا باید هم گردشگر بره، نه که در هر جایی که دلش شد باید بره. دقیقاً خیلی یک نقطه خوب را کاکای ما اشاره کرد، چون همینجا عمرش گذشته از نظافت و از تمام نقطه بندیامیر را آشناست و میفهمه. امیدوارم کسایی که ما رو بیننده است برنامه رو بیننده این نقطه را مراعات کنه. خو اینا دست ما بگی که از کجا میاریده؟ یارا از همین کوههای بسیار دور میارم. از کوههای هرچند یک تعداد شنی از پودینه که میگم زی گوشونی بند است. بند پودینه هم است؟ بند پودینه، مثال الان بند پودینه است و دیگه شیر از کوههای بسیار دور میرم. اینا یعنی مخصوص سنگ گرده و چرک گرده است. یعنی به خاطر پای دردی و کمر دردی است. دیگه نه شاید همین یک 300 نوگیاه داشته باشم. 300 نوگیاه. خیلی زیاد تشکر. واقعا من خوشحال شدم همین احساست که درباره نظافت و تنظیف و اشغالی و کسایی که نابلد است امیر گفتی و این پیام در دل از من بود که خودت گفتی بسیار قشنگ هم گفتی. خیلی زیاد تشکر. نادانسته را پرسیدن عیب نیست که سوال نکنیم بیخی هزاران عیب است. باید سوال کنیم که ما در کجا بریم، در کجا بشینیم و از کدام هتل غذا بخوریم که همین چندین کار که شده، یکی که هتل‌های نامنظم هست این بندیامیر خب که غذای خوب پخته نمیکنه، وضعیت خوب نیست. یکی دیگه همین دمی جهیلا باید سوال کنیم در کجا ما بریم، در کجا بشینیم، در کجا غذای خوب بخوریم. دیگه ما از بیننده‌های عزیز بسیار تشکر و سیاحینم که میم سفارش ما درش برسه. خب کاکا در نظر خودت وضعیت چگونه است؟ یعنی چقدر احساس امنیت میکنه چند سال؟ دوره امارات یک چیزیشه در واقعش میگه هر کسی که باشد باید حقشان ضایع نشه. در حساب امنیتش 80% امنیت است. منتها طلا دولت در خود خوش نشه که ما امنیت میگیریم، منتها ما 50% ما ملت باید شریک باشیم. 50% دولت باید سم بگیره تو نیست و از 80% راضی هستیم در یک حساب. در یک حساب دیگه همین امری به معروف یک اخلال پیدا کرد، زد می پارک زد حساب شده کمک زد مرهم در هم شده که این مشکلات شاید زیادتر شاید حل هم شود ان شاء الله. من تمام مردم بندیامیر همین ولایت بامیان شاید او 90% در کل عمر راضی است. ان شاء الله که بازم خوبیش اینمی است که اگر یک چوپان هم داشت زنگ بزنه در خود والی نسای مستقیم زنگ میزنه و با زودترین وقت اگر هیچ کسی هم نشه خودش هم میتونه که مساحه خودش بره. دقیقاً من همین حرف زیاد شنیده بودم. ان شاء الله که بتن قدوالی صاحب هم یک برنامه کاری داشته باشین. ان شاء الله که ما میتونیم که قیشان برسیم در 11 بجه شب که در سال گذشته که برف بوده موتورا که بند شده، در 11 بجه شب هم که والی صاحب زنگ زده تلفن خود بالا کرده دیگه کمک های اولیه در خدمت مردم رسنده. یعنی این یک واقعا بسیار خوشحالیم از این. بسیار خوشحال. خیلی زیاد تشکر کاکا. سلامت باش، خوشحال شدیم. قربان. خب دوستای عزیز در این منطقه آمدیم که این فراره او که حال شما رو نشان میتونم. اینجا هر ساله او زیاد بود. متاسفانه امسال به دلیل خشکسالی آبی از این منطقه کم است و آب از سر بند پایین نمیاد. یعنی این فرارای قبلا در سالهای گذشته داشتیم، متاسفانه امسال نداریم. شما یک بار نگاه کنید. اینا دوستای عزیز هر سال اثر از اینا آب تام شده. امسال خیلی آدم مایوس میکنه چون آب نداره. همین تو که پیش بریم این منطقه هاشی اصلا آبش نمیاد، خشک است. یعنی آبی بند نظر به سالهای 2-3 سال پیش خیلی کم شده. یعنی همین الان فصل تابستان، در فصل تابستان معمولا آبی بندیامیر چی بود؟ خیلی هم زیاد بود، ولی متاسفانه برای فعلا آب نداریم.
فقط اینمی یک منطقه یک قسمت که اینجا خیلی آب زیاد میماد، حتی زمستان هم آب زیاد بود، ولی برای فعلا بسیار این فراری عوضی کم است. شما مشاهده هم کنید اینجا آب نداره اصلا. عزیز، تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردین. ویدیوهای قشنگی از بند امیر را ببینید و ویدیوهای قشنگ همیزی بازارچه را، چون نمیتونم که ویدیو باز دورش بدم. مقصد همین چند ویدیو میگیرم خاطرات شما تازه شد، کسایی که بیرون از افغانستان، داخل افغانستان و کسایی که ما رو میبینند. چینل یوتیوب دهکده بامیان رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، ما را همراهی کنید که ما برای شما برنامه خوب تهیه کنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.